آقای شیرازی، بله. برای سرمایه گذاری زمین یا ویلا؟ زمین. مطمئن ترین سند؟ تکبر. حالا غیر سند تکبر چه مدارکی باید زمین داشته باشه؟ بنچه‌هاش تکمیل باشه، دارای نسخ‌نامه و نقشه یوتیه. چه متر زمینایی بیشتر خرید و فروش میشه؟ 150 تا 250 متر. باف بگیریم یا الحاق به اگه باف؟ سازنده 100% باف. اگه سرمایه گذاری میخوایم بکنید الحاق به باف. موقع قرارداد نوشتن مهمترین چیزی که باید بهش توجه کرد چیه؟ خود شخص فروشنده مالک باشه. بهترین زمان برای خرید؟ تایمی که خرید و فروش کم میشه، میره تو رکود زمین، مثل الان. حرف آخر؟ نیکی به پدر مادر جزو واجباته. آقای شیرازی، حرف آخر. از قدیم گفتن دستتو بذار رو زمین، دستتو بذار رو خاک، بلند شو. تمام. مرسی. خواهش می‌کنم.